روز جمعه مسلمان به کار پرداختن و نماز جمعه را ترک کردن کمترین خصلتش خصلت یهود میگیرد که میخواستن کلاه سر خداوند بگذارن. بعضی از مسلمان ها شب جمعه حرکت میکنن یا صبح جمعه میرن روستایی تو باقی برای تفریح که تفریح داشته باشن، زن و بچه‌شون هم با خودشون میبرن. نه نماز جمعه‌ای هست نه مسجدی هست. خواسته که حالا یک روز که بیکار اداره نیست خودش با زن و بچه‌ش همه از نماز جمعه و فضیلت نماز جمعه محروم بشوند. گروهی هم هستن که شب جمعه که میشه منقل تریاکشون و کبابشون و شرابشون آماده میکنن، میرن کوه گنو که هوا خنکه، میخورن و مینوشند و میکشن تا عصر جمعه که ساعت اجابته که دیگه